اخباری مبنی بر بیماری ترانه علیدوستی در روزهای گذشته منتشر شده که موجب نگرانی جامعه سینمایی و مخاطبان شده. به طور معمول در این مواقع واکنش‌های احساسی و معمولاً تلخی منتشر میشه که عمده اونها تحت تأثیر فضای مجازی و تحلیل‌ها و تفاسیر منابع نامعتبریه که اطلاع رسانی دقیق در دستور کار آنها نیست. ویدیو رو لایک کن و من همراه باش تا صحبت‌های علیدایی رو بشنویم. شایعات این بیماری این گونه بود که منابع نامعتبری عنوان کردند ترانه هنگام بازداشت توسط نیروهای سپاه ترور بیولوژیکی شده و بعد از آزادی مدام بیمار بوده و احتمال مرگ این بازیگر به خاطر تزریق داروهای روسی وجود داره. این داروها به زندانیان تزریق میشه که اونها رو دچار بیماری‌های لاعلاج کبدی و یا شبه سرطانی میکنه و حالا برای روشن شدن این موضوع حقایقی رو از زبان مادر و وکیل ترانه عزیز میبینیم و میشنویم. با من همراه باش تا علت بیماری ترانه رو بفهمیم. ترانه علیدوستی بازیگر شناخته شده سینما از چند روز قبل به دلیل ابتلا به یک بیماری نامشخص در بیمارستان کسری تهران بستری شده. در همین رابطه نادره حکیم الهی مادر ترانه علیدوستی از بیمار شدن دخترش ترانه به یک بیماری سخت خبر داد و از علاقه‌مندان وی خواست براش دعا کنند. مادر ترانه علیدوستی در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام اعلام کرد که این بازیگر مشهور به بیماری سختی مبتلا شده اما اکنون حالش خوبه. اون گفت حال دخترم خوب نبود اما حالا خوبه. براش دعا کنید و انرژی مثبت بفرستید. بیماریش سخته و منشأ اون مشخص نیست. ترانه علیدوستی از مدتی پیش دچار بیماری با نام اختصاری درس شده که یک نوع واکنش شدید ناشی از حساسیت به مصرف برخی داروهاست. این وضعیت زمانی ایجاد میشه که سیستم ایمنی واکنش بیش از حدی به برخی داروها نشون میده. در نتیجه این امر باعث ایجاد علائم متعددی مانند تب، ناهنجاری‌های خونی، التهاب اعضا در سراسر بدن میشه و بر اساس این گزارش خوشبختانه ترانه به موقع متوجه وجود این سندرم شده و درمان‌ها و مراقبت‌های لازم را از ماه‌ها قبل در سکوت انجام داده و پس از پی گرفتن چندین روش درمانی و دارویی در نهایت تونسته این سندرم رو کنترل کنه و به شرایط نرمالش نزدیک بشه. زهرا مینویی وکیل ترانه علیدوستی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی درباره وضعیت سلامتی موکل خودش نوشت: در روزهای اخیر دوستان بسیاری نگران اخبار مربوط به وضعیت سلامتی ترانه بودند. به رغم عدم تمایل موکلم به انتشار اخبار وضعیت جسمانیش که طبیعتاً مربوط به حریم خصوصی و شخصیش میشه، برای رفع نگرانی لازم به توضیح خانم ترانه علیدوستی از مرداد 1402 به سندرم درس مبتلا شده که پزشکان علت اون را یک تداخل دارویی تشخیص دادند. ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس که بالاترین دستمزدها رو برای بازی در فیلم‌ها می‌گرفت و حضور اون در یک فیلم مساوی بود با فروش بالای اون فیلم، بعد از جریان برداشتن حجاب اجباری و همسو شدن با مردم و زنان در آشوب‌های اخیر ممنوع کار شده. اون خودش رو به عنوان یک مادر و فمینیست معرفی میکنه. بعد از لایک و سابسکرایب میریم سراغ استوری جدید مادر ترانه. نادره حکیم الهی مادر ترانه علیدوستی با انتشار یک استوری جدید پیامی برای طرفداران دخترش و همچنین ناراحتیش از ماجراهای پیش اومده رو بیان کرد. مادر ترانه با انتشار یک استوری جدید از اخبار منتشر شده درباره بیماری دخترش شاکی شد و به تمام شایعات پایان داد. نادره حکیم الهی که در یک لایو از بیماری دخترش و بستری شدن اون در بیمارستان به دلیل بیماری با منشأ ناشناس خبر داده بود،
با انتشار یک استوری جدید خبر از حال ترانه داد و از اخبار منتشر شده درباره بیماری دخترش و وخامت حال اون شاکی شد و نوشت 2 روز پیش در جواب کسانی که نگران بودن اعلام کردم خدا رو شکر حالش خوبه. بابا اینقدر شلوغش نکنین. علی دایی شهریار فوتبال ایران بعد از اطلاع از خبر بیماری ترانه با حمید علی دوستی همکار قدیمی خودش و پدر ترانه تماس گرفت و جویای حال این بازیگر سینما شد. حمید علی دوستی عنوان کرد که در حال حاضر پیش دخترش نیست و حتما تماس علی دایی شهریار فوتبال ایران را به گوش ترانه میرسونه. این در حالیه که دایی هم گفت هر کمکی از دست او برمیآید حتما برای بهبود سلامتی ترانه انجام خواهد داد. آرزوی سلامتی برای ترانه عزیز و علی دایی داریم. کانال ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و این 2 ویدیو که پیشنهاد میکنم ببینید.